چطورین یا نه؟ خوش اومدین به ویدیو یوتیوب دیگه با من. البته اولین ویدیو یوتیوب از چنل جدید. تو این چنل کلا میخوام که راجع به اخبار سلبریتی صحبت کنم، چون هم خودم خیلی دوست دارم، هم وقتی راجع بهش صحبت میکنم شما خیلی دوست دارین. گفتم که یه چنل جدید بزنم، این کارو شروع کنیم. نظرتون چیه؟ به عنوان اولین ویدیو تصمیم گرفتم که راجع به پرحاشیه ترین مثلث عشقی هالیوود صحبت کنم، یعنی کی؟ سلنا گومز، جاستین بیبر، هیلی بیبر. اصلا کلا داستان سلنا و جاستین و هیلی از کجا شروع شد؟ همه چی از سال 2009 شروع شد، وقتی که هم جاستین هم سلنا به نوبه خودشون داشتن میدرخشیدن واقعا. و جاستین توی یکی از مصاحبه‌هاش اعلام کرد که رو سلنا کراش داره. البته مستقیم نگفت رو سلنا، گفت رو خواننده مثلا فلان آهنگ کراش دارم. بعد اینکه اینو گفت، مدیر برنامه‌اش با خانواده سلنا هماهنگ شد و اینا برای اولین بار سال 2009 همدیگر دیدن. اصلا اوایلش کلا سلنا توی دنیای دیگه بود. میومد تو مصاحبه‌اش میگفتش که من رو جاستین حس خواهر بزرگتر دارم، میخوام ازش محافظت کنم، ما دوستای صمیمی هستیم، ما اصلا فازی نداریم و اینا. ولی سال 2010 بالاخره معلوم شد که این دوتا رو هم فاز دارن و بالاخره یه چیزایی مشخص شد. یه چیزایی خلاصه دیگه انقدر از این ور اون ور عکساشون در اومد و انقدر همه راجبشون حرف زدن، آخر سلنا سال 2011 اومد گفت آقا بکشید بیرون، بله ما با هم دیگه ایم. البته به این صراحت نگفت، ولی خب بالاخره اعلام کرد که بله من و جاستین توی رابطه جدی هستیم و همه ولی دختر چش خوردن. 2012 کات کردن. اونم سر چی؟ سلنا اومد توی مصاحبه گفتش که من احساس میکنم ما اعتماد متقابل نداریم. بذاره تو بحث اعتماد داستان دیگه. خلاصه تصمیم گرفتم که رابطه رو تا اینجا تموم کنم فعلا. چند روز بعدم دوباره با هم دیده شدن ولی برنگشتن. آقا رابطه صمیمی میخوای سلنا و جاستین 2013 برگشتن با هم. اونم چجوری؟ جاستین اومد عکسای دو نفره قدیمیشون رو گذاشت تو پیجش، سلنا هم توی یه سفر رفت کنسرت جاستین و از اونجا به بعد دوباره شروع شد که دوباره عکسای موچموچیشون دست تو دست هم دیگه و اینا. دیسمبر 2013 دوباره با هم کات کردن. 6 ماه، یعنی فقط 6 ماه. بعد 6 ماه دوباره با هم کات کردن. البته توی مصاحبه‌ها جاستین میگفتش که من عشقم به سلنا کم نشده و خیلی 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 عاشق سلنا بود، اما سلنا معلومه که خیلی سخت میگرفت رابطه دیگه، یعنی خب واقعا رابطه جدی میدیدش. موندم چرا یکی نزد تو سر اینا بگه آقا دقیقاً دارید چیکار میکنید با زندگیتون؟ یه سال کاتین، یه سال آشتین، یه سال کاتین، یه سال آشتین، این چه رابطه سمیه شما دارید؟ البته از این سمتر حالا مونده که به هیلی برسه. آقا 2014 سلنا دوباره اومد اعلام کرد که بله ما از هم دیگه جدا شدیم و من آهنگ The Hard Ones Want It Once رو برای جاستین نوشتم. البته جداییشون خیلی محترمانه بود و سلنا گفته که من همیشه از حال جاستین با خبر هستم، همیشه بهش احترام میذارم، ازش حمایت میکنم و خیلی دوستانه و خیلی گوگولی مگولی از هم دوباره جدا شدن. یه جونم براتون بگه که هی تو برو و بیا و آشتی و قهر و اینا، سال 2015 جاستین بالاخره دیگه گفت آقا کات تمام. گفت که آقا سلنا منو اسکول کرده، هی با من آشتی میکنه، هی با من کات میکنه. یعنی گفت سلنا انقدر رابطه رو جدی گرفته بود، انقدر سخت گرفته بود که من احساس میکردم توی 18 سالگی ازدواج کردم. فشار زیادی رو من بوده، به خاطر همین خلاصه کات. برای 2 سال این رابطه تموم شد و سلنا هم توی این مدت رفت با یکی دیگه. البته که خب جاستین هم 100% رفت با یکی دیگه. سلنا معلوم شد که دوباره برگشته بود جاستین، با این تفاوت که این بار بدون فشار رسانه ها و اینجور چیزا بوده و صرفا فقط توی خونه و محله آروم با هم دیگه قرار میذاشتن. پس قطعی برگشتن با هم. اشتباه نکنید خیلی طول نمیکشه. اوایل 2018 دوباره اعلام میکنن که احتیاج به جدایی دارن، اما باز چند روز بعدش دوتایی با هم توی کلیسا دیده میشن. از اینجا به بعد با جزئیات ریزتر راجع به هیلی تو ویدیو بعدی هست که حتما بهتون پیشنهاد میکنم اونم ببینید. خلاصه بهتون بگم بعد اینکه تو کلیسا با هم دیده میشن، جاستین بلند میشه میره پیش داداشش تو جامائیکا. از اون دیدار 6 ماه بعد با هیلی ازدواج میکنه. اصلا چی شد؟ چفو گرفتی راست و زدی. هیلی وسط کجا بود؟ جاستین با ازدواجش با هیلی برای همیشه به این رابطه عاشقانه پایان میده. اما کلا هیلی از کجا پیدا شد؟ خانواده‌های هیلی و جاستین دوستای دورادور بودن و برای اولین بار بابای هیلی توی سال 2009، همون موقع که تازه جاستین داشته با سلنا اوکی می‌شده، هیلی رو میاره به جاستین نشون میده و اون موقع هیلی فقط 12 سالش بوده. بماند که هیلی چه نقشه‌هایی میکشه برای جاستین و اصلا چه اتفاقایی میفته که تو ویدیوهای بعدی میتونید ببینید. اما همینجوری این دوتا از اونجا با هم دیگه آشنا
میشن و سال 2016 دقیقاً همون موقع که جاستین و سلنا با هم دیگه کات کرده بودن، هیلی بالاخره موفق میشه که مخ جاستین رو بزنه و باش بره قرار و جزئیات اینا همه تو ویدیوهای بعدی هست که واقعا دستش ندین، اون اصلا یه فاجعه بر خودش. اما خب بالاخره رابطه‌شون زیاد طول نمیکشه، آخر 2016 با هم دیگه کات میکنن و جاستین میاد علت این کات کردن و میگه من نمیخواستم به هیلی آسیب برسونم، هنوز خیلی آماده نبودم برای اون رابطه جدی و اینا. آقا خلاصه دیگه اینا هر کدوم میرن پی کار خودشون، که البته هیلی نمیره پی کار خودش، هیلی هنوزم پی کار جاستینه. ولی جاستین و سلنا که دوباره برمیگردن با هم و خلاصه داستان‌های متعدد. 2018 که با هم دیگه کات کرده بودن، با هیلی جاستین ازدواج میکنه. بعد بچه‌ها میدونین ازدواج تو کشورهای اروپایی مثل اینجا اینقدر راحت نیست، یعنی اونا چون میتونن دوست باشن، با هم توی خونه بمونن، ازدواج سفید داشته باشن، با هم سالها دوست باشن ولی ازدواج نکنن، وقتی مثلا با هم ازدواج میکنن یعنی که اون رابطه خیلی دیگه محکمه، یعنی اونا خیلی به هم وفادارن، خیلی همدیگه رو دوست دارن که تصمیم به ازدواج گرفتن، وگرنه ازدواج اونجا انقدر مهم نیست. و اینکه جاستین از یه رابطه 8-9 ساله در اومده و 6 ماه بعدش رفته با هیلی، خیلی برای همه تعجب بود که چجوری اینو با هم دیگه ازدواج کردن. یکی از شایعه‌های خیلی پررنگ توی این زمینه این بوده که جاستین داشته اقامتش تو آمریکا تموم می‌شده و خودش در اصل کاناداییه دیگه، اقامتش داشته تموم می‌شده و بهترین راه برای تمدید اقامت ازدواجه و به خاطر همین تصمیم گرفته که سریعاً با هیلی ازدواج کنه تا بتونه اقامتش رو داشته باشه. اما اقامتی که بهتون میگم 5 سال کلا طول می‌کشه. خب یعنی تو اگه 5 سال توی اون رابطه باشی دیگه شهروند آمریکایی حساب میشی. جاستین میتونسته بعد 5 سال طلاق بگیره از هیلی، اما چرا این کارو نکرده و الان 5 سال شده دیگه، 2023 میتونسته ازش جدا بشه، ولی چرا نشده؟ به خاطر اینکه آدمایی که معمولا خیلی پول دارن توی اروپا وقتی میخوان با یکی ازدواج بکنن یه توافقنامه ای امضا میکنن که در حالت عادی وقتی که دو نفر میخوان طلاق بگیرن اموالشون نصف میشه، اما اگه این توافقنامه رو امضا بکنن همون هر کی که هرچی داشت همون میشه. خب آدمای پولدار میان اینو امضا میکنن که اموالشون خب نصف نشه با یکی دیگه و از اونجایی هم که جاستین خیلی اون موقع پولدار بوده و هیلی نسبت به جاستین معمولی بوده، اما این توافقنامه بینشون امضا نشده و جاستین اینو ازش نخواسته و احتمالاً به خاطر همینه که تا الان ازدواجشون طول کشیده و نخواستن جدا بشن، چون اگه جدا بشن همینجوری هیچی به هیچی نصف اموال جاستین میره برای هیلی. البته که خب هیلی هم الان نسبتا موفقه، ولی حالا خلاصه بچه‌ها این دو نفر توی 9 سپتامبر 2018 با همدیگه تو نیویورک ازدواج کردن و این رابطه شروع شد و جاستین اومد یه استوری برای هیلی گذاشت که هیلی من عاشق همه چیزای تو هستم و اونو عروس خودش اعلام کرد. تو فکر کن 6 ماهه از یه رابطه 8 ساله در اومدی با یکی دیگه ازدواج کردی و براش استوری میذاری من عاشق همه چیزای تو هستم. وای باورم نمیشه واقعا. جاستین فکر میکرده با این ازدواج میتونه تمام اون بدبختیاشو حال بعدش رو خوب بکنه. اینو واقعا توی مصاحبه گفته ها که من فکر میکردم که با ازدواج همه مشکلات من درست میشه، ولی نشد، حتی بدترم شد و فکر میکنم این ازدواج برای من برنامه‌ریزی شده است و واقعا برنامه‌ریزی شده است. میتونید تو ویدیوی بعدی ببینید. خلاصه همه خوشحال و خرم و سلنا از اون ور داغون. اما دور و بریاش میگن که خب همه این حال بد سلنا فقط به خاطر رابطه‌اش نبوده. خب اون داشته با بیماری لوپوس دست و پنجه نرم می‌کرده، عمل پیوند کلیه داشته. خیلی داستانا بوده که سلنا بخواد به خاطرش حالش بد باشه و فقط به خاطر رابطه‌اش با جاستین نیست. بالاخره 8 سال رابطه بود، الکی نیست. سال 2019 سلنا میاد آهنگ Lose You to Love Me رو میخونه. میگن که برای جاستین بوده. حتی یه تیکش میگه که 2 ماه نشده ما رو رد کردی و رفتی وارد رابطه جدید شدی و قشنگ معلومه که خب برای جاستین خونده دیگه و اسم آهنگش هم اینه که از تو مجبور شدم بگذرم که خودم رو دوست داشته باشم. و وقتی که میاد موزیک ویدیوی این آهنگ جدیدش رو استوری میکنه، همون روز هیلی یه استوری از یه آهنگی میذاره به اسم I'll Kill You، یعنی اینکه من پخت میکنم. همه طرفدارا میریزن سرش که اوه تو با کی؟ با سلنا اینجوری داری حرف میزنی، یعنی چی فلان اینا. هیلی هم سریع خودشو جمع جور میکنه میگه نه به خدا من اصلا با سلنا نبودم، خیلی اتفاقی بوده، من فقط برای فان اینو گذاشتم و منظورم اصلا با کس خاصی نبوده. روز بعدش هم سلنا یه استوری میذاره که لطفاً بچه‌ها همه با هم دیگه مهربون باشید و هیچکی حقش نیست که تضعیف بشه، مخصوصا توی بخش خانوما با خانوما. من اصلا حاضر نیستم که مثلا به عنوان یه زن با یه زن دیگه درگیر بشم و اینجور چیزا رو میاد میگه. و اونجا بالاخره همه آروم میشن و دیگه همه قبول میکنن که آقا هر کی رفته دنبال زندگی خودش دیگه. ولی
اوج داستان سال 2023 اتفاق میفته که آخر سال هیلی اومد گفتش که سال 2023 واسه من اصلا یه کابوس بوده، انقدر که واسه من سال بد و پرفشاری بوده. حالا بریم ببینیم که چی شده. جنوری سال 2023 هیلی میاد با دوستاش که یکی از اونها هم کندال بوده یه تیک تاک درست میکنه که صدای اون تیک تاک این متن رو داره میگه. من نمیگم اون طرف لایقش بود، اما زمانبندی خدا همیشه درسته. ببینم تو اینو دقیقاً با کی داری میگی؟ یعنی منظورت با کی؟ دقیقاً منظورت با سلناس لعنتی. و دوباره فنای سلنا آتیشی میشن و میان میریزن سرش که چی داری میگی؟ تو با کی کار داری؟ و میان میگن چون سلنا جدیدن انقدر چاق شده تو داری اینجوری میکنی، داری بهش هیت میدی، اومدید با دوستات دارید مسخرهش میکنید و اینا. هیلی هم دوباره موش میشه، میگه نه به خدا من اصلا با کسی کاری نداشتم، ما فقط با دوستام یه ویدیو گرفتیم، اصلا به خدا چیز خاصی نبوده. همون موقع هم دهقان فداکارمون دوباره سلنا گومز میاد یه تیک تاک میذاره که اشکالی نداره، من اصلا اجازه نمیدم این چیزا منو ناراحت کنه، شما با همه مهربون باشین. ببین اصلا طرف داره میرینه به تو باش مهربون باش، طرف داره مسخرت میکنه تو باش مهربون باش. اما تموم نمیشه که نمیشه. آقا کایلی جنر میاد میپره وسط. ماه فوریه یعنی ماه بعدش سلنا میاد یه تیک تاک از خودش میذاره که ابروهاشو میگه که مثلا اشتباهی ابروامو خیلی لامینت کرد، خیلی مثلا رفته بالا و خوب نشده و اینا. دقیقاً همون روز کایلی جنر میاد یه استوری از چش ابروش میذاره، مینویسه این اتفاقی بوده، فکر کن باورت میشه. و بعد دوباره استوری بعدیش یه ویدیو کال از خودش با هیلیه که باز چش ابروهاشونه میاد استوری میکنه. آقا اصلا امکان این که دو نفر بخوان توی یه روز راجع به یه موضوع رندوم استوری بذارن 1 در 1000. با این حال فنای سلنا که ریختن سر کایلی اومد گفتش که به خدا من اصلا نمیدونستم سلنا امروز این استوریو گذاشته، من همینجوری گذاشتم، اصلا ربطی به اون نداشته. سلنا هم دوباره از خود گذشته میاد کایلی رو منشن میکنه و میگه که باهات موافقم و من اصلا خودم فن کایلی ام. به مردم نشون میده که کور خوندین، من درگیر حاشیه ماشیه نمیشم. چند وقت بعدش میاد به مردم میگه که آره من از خدا خیلی ممنونم، خدا خیلی به من برکت داده، به من بهترین فنا رو داده، خانواده و دوستا رو داده، اما خب من میخوام چند وقت از فضای مجازی دور باشم و این چیزا کلا برای من بچه بازیه. من دیگه 30 سالمه و اینجور حواشی و اینا رو دیگه خیلی جدی نمیبینم دیگه. یعنی مردم آتیشی میشن، میریزن سر هیلی، اونو اصلا تهدید به مرگ میکنن که تو چیکار داری میکنی؟ چرا اینقدر باید مسخره کنی سلنا رو که این بخواد از فضای مجازی بره؟ اصلا تو کی واقعا؟ خیلی بد هیلی رو تهدید میکنن. و بعدش سلنا میاد یه استوری میذاره که بس کنید این تهدیداتتون رو. اصلا من با هیلی طی صحبتی که داشتیم من ازش شنیدم که داره تهدید به مرگ میشه. واقعا هیچ آدمی لایق این همه نفرت نیست. من میخوام که همه جا عشق و دوستی باشه. اما نکته اینه که اصلا با هیلی صحبت نکرده بوده. آقا خبرش در میاد که سلنا با جاستین توی این 2 هفته صحبت کرده و اصلا هیلی براش مهم نبوده. جاستین ازش درخواست کرده که لطفاً بیا این استوری رو بذار و اینا رو تموم کن، به خاطر اینکه من احساس میکنم ما داریم زوج منفور هالیوود میشیم و من نمیخوام اگه دوباره رفتم رو صحنه ببینم که هیچ طرفداری برای من نمونده و همه از من بدشون میان. لطفاً بیا این استوری رو بذار و اینو تموم کن. و سلنا اصلا هیلی براش مهم نبوده، به خاطر احترامش به جاستین و اینکه هنوز احتمال داره که جاستین رو دوست داشته باشه میاد و این استوری رو میذاره براشون و خلاصه تمومش میکنه. بعد این استوری دوباره فنا میگن که خب اوکی دیگه همه چی تموم شد و آتیش همه میخوابه. و بعدش هم سال 2024 که سلنا با بنی بلانکو وارد رابطه میشه و خلاصه هر کی میره پی زندگی خودش. هیلی هم حتی میاد پست دوست شدن بنی و سلنا رو لایک میکنه و دیگه به خودش اینجوریه که خب دیگه سلنا هم که رفت خونه بخت و دیگه با جاستین من کاری نداره و جاستین برای خودم میمونه و همه چی تموم میشه. همه چی تموم نمیشه، کور خوندیم. بمب جدید سال 2025 اتفاق میافته که اینجا بهتون نمیگم چیه، ولی ویدیوی بعدی کامل با جزئیات بهتون گفتم. اگه دوست داشتین ادامه‌شو بدونین حتما اون ویدیو رو از دست ندین. اگه تا اینجا با من بودین حتما برام کامنت بذارین که ببینمتون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره که خیلی بهم کمک میکنه. این چنل هنوز نوپای دیگه. همین دیگه، با این ویدیو دیگه بازم میام پیشتون. بهتون